الان هیچ میکاپی رو صورتم نیست، هیچ فیلتری هم ندارم. هم دیگه بریم بهت خدارایی اصولی یاد بدم. اول از همه به خاطر اینکه پوستم آبرسانی شه آبرسان میزنم، قشنگ همه جای صورتم پخش میکنم، بعد آبرسانی زیر چشم میزنم، بعدش میرم سراغ پرایمر، حتما ضربه‌ای میزنم و 2 مین بهش فرصت میدم. اگه گودی زیر چشم داری حتما این کالر کانتور نارنجی رو زیر چشمت بزن، معجزه میکنه. یادت باشه که حتما فیدش کنی. اگه میخوای ریمل ابرود اصلا سویدک نزنه قبل از کرم پودرت حتما بزن. حالا با یه کانسیلری که اصلا روشن نیست میزنی زیر چشمت و قشنگ فیدش میکنی تا یک دست بشه. قبل از اینکه خط خطوطی بیفته با یه پودر فیکس خیلی سبک دور چشمتو خوش کن. من برای خودم از کرم پود اصلا استفاده نمیکنم. به جای لکام اول از اون کانسیلر رنگ تیرهه میزنم و بعد با یه کانسیلر کاور بالاتر و روشن‌تر کل پوستمو کاور میکنم. نوبت کانتوره. کانتورمو پشت دستم با گرمای دستم گرم میکنم. دقیقاً جای کانتورمو میزنم که خودش سایه میندازه. شما معمولا وقتی خودتون رو تو آینه نگاه کنین میبینید زیر استخون گونه‌تون دقیقاً یه جا هست تو رفتگی داره و سایه انداخته. منظورم از سایه همونجا بود. جاهای اضافی رو هم الکی لطفاً کانتور نزنید که پوستتون کثیف نشه. برای بلند کردنش حتما بلندرتون رو فیکساتور بزنید. یه نکته خیلی مهم در مورد رژگونه زدن بهتون بگم. اگه قبل از اینکه پودر فیکس رو بزنین رژگونه‌تون رو بزنید، رژگونه‌تون 24 ساعته میشه و بعد رژگونه دوباره پودر فیکس و بعدش دوباره رژگونه. حالا چیکار کنیم که رژمون 24 ساعته بشه و به هیچ عنوان پاک نشه؟ دور تا دورش پودر فیکس میزنیم، به خط لب، بعد رژ دوباره پودر فیکس، دوباره رژ لب و اگه خواستید دوباره پودر فیکس و بعد تمام. اینم از فاینال میکاپ پوست. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.